و شهیدان سرفراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید ناب سروان غلام عباس عفیفه، شهید نابی یکم علی اصغر درستکار، شهید دریادار نصرالله عزیزی، شهید ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و 10 شهید و 100 شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. ارائه رهنمود توسط فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی